داستان امشب در مورد موجودی به نام پیلردی هستش. در باور مردمان شهر پهره یا همان ایران شهر کنونی در استان سیستان و بلوچستان دیوی به نام پیلردی وجود دارد که در کنار درختی در منطقه شهر دراز زندگی می کند. او بدنی عضلانی، قدی بلند، 4 دست، سری مانند سر سگ و موهای بلندی دارد. پیلردی حافظ طبیعت و حیوانات است و دل خوشی از انسانها ندارد، اما به خاطر سوگندی که نزد یک جادوگر یاد کرده است مردم را نمی کشد. او تنها با بادها مردم را بیمار می کند تا به آنها یادآوری کند که حیوانات را نکشند و زمین را خشک نکنند. من هر شب یکی از افسانه‌های ایران رو براتون تعریف میکنم.